منو توی جنگله چیتگر ولم کردن. پارک جنگلی چیتگر. حتی نبردنت نزدیک خونت؟ نه. اون وقت تو این مدت پدر مادرت خبری ازت داشتن؟ نه، هیچ کس ازم خبر نداشت. فقط خبر شاید کسایی بودن که منو دیده بودن دستگیر شده بودن و بچه‌هایی بودن که میدونستن من اون روز بهش زهرا بودم و حدس میزدن که غیب شدن من مساوی با دستگیری من. حدس دیگه نمیتونستم بزنم، فقط اونا بود. پدر و مادرت چه میکردن؟ مادر من فوت شده چون زنده نیستن. پدرم هم نمیدونم، مطمئناً خیلی بهشون سخت گذشته. چند تا برادر خواهری؟ من یه برادر و یه خواهر دارم، ولی من خودم هم چند سالی میشد که از خانوادم دور بودم. یعنی من با پدرم زندگی نمی کردم. به خاطر همین قبل از دستگیری من پدرم اخبار زیادی در مورد اوضاع من نداشت، یعنی خبرهای زیادی از من نداشتن ایشون و زمان دستگیری هم چیزی نمیدونستن. اون وقت بعد که آزاد شدی چه کردی؟ بعد از آزادی من منزل یکی از دوستانم بودم. من در ایران توی یک پانسیون زندگی میکردم. به پانسیون نرفتم چون آساسش رو داشتن اونا و من مطمئن بودم که اونجا میرم. نه میگم میتونم بپرسم چه کار میکردی؟ کار چی بود؟ من توی شرکت کشتیرانی کار میکردم. خب بعد از اون چند وقت به خونه یکی از دوستانم بودم، به خاطر اینکه بعد از آزادی وقتی دوستان دیدنم و فهمیدن که دستگیر شده بودن، یکی دوتاشون گفتن که عکس توی سایت گذاشتن جزو دستگیر شده و ما از سایت فهمیدیم دستگیر شدی. بعد از اون یه مقداری ترسم خیلی بیشتر شد، مخصوصا از اون آدم، به خاطر اینکه خیلی تهدیدم کرده بود. گوشیمو از ترسم خاموش کردم و اصلا از خونه بیرون نمی اومدم. فقط چند باری برای رفتن دکتر من از خونه اومدم بیرون که اونم با آژانس میرفتم دکتر و برمیگشتم، توی نبود که توی خیابون باشم. اصلا حال خوبی نداشتم، نمیتونستم اصلا بیرون برم. و با آقای کروبی چه تماس گرفتی؟ نه، من دو تا دوستان بهم پیشنهاد دادن این کارو بکنم ولی راستش میترسیدم، یعنی از ترسم این کارو نکردم. واقعیتش اینه که به هیچ کدومشون اعتماد ندارم و نداشتم، به این خاطر نرفتم. و چجوری موفق شدی بیای بیرون؟ من راستش با یکی از مجریای شبکه VOA صدای امریکا ایمیلی زدم و درخواست کمک کردم و درخواست کردم و سوال کردم که من چه کار میتونم بکنم، من اینجا امنیت ندارم، چه راه حلی داره؟ چون من تا اون روزی که اومدم از ایران بیرون تا اون روز هیچ وقت به این قضیه فکر نکردم که روزی بخوام از کشورم خارج شم. به این خاطر هیچ اطلاعاتی در مورد خارج از ایران نداشتم که چطوری میتونم خارج شم، کجا میتونم برم. ایشون لطف کردن، با من تماس گرفتن، من راهنمایی کرد، یه مقدار با هم صحبت کردن که واقعا ممنونشم. از طریق ایشون بود که من متوجه شدم میتونم از این راه بیام بیرون از کشور و خیلی سریع این کاری کردم، به خاطر اینکه من بعد از یک هفته کمتر، بعد از شاید 5 روز 4-5 روز نمیدونم دقیقا، گوشیمو ساعت 3 صبح روشن کردم که از توش یه شماره رو در بیارم. گوشی من زنگ خورد، آدم بود، همون بازجویی که آخرین بار به من تعرض کرده بود. شروع کرد فحاشی کردن که گوشی تو واسه من خاموش میکنی، من که میدونم تو کدوم منطقه الان، بخوای همین الان بیام ببرمت، بخوای فلان کنم. شروع کرد فحاشی کردن، تهدید کردن. من در حین صحبت کردن این آدم گوشی رو قطع کردم. وقتی گوشی رو قطع کردم مجدد به اون دوستامون که توی امریکا ایمیل زدم و گفتم که این اتفاق افتاده و ایشون گفتن که بهتره که هر چه زودتر از کشور خارج شد قبل از اینکه اینا بخوان پیدات کنن و من هم بدون هیچ برنامه ریزی از کشور خارج شدم. خب مریم عزیز، امیدوارم این روحیت
روز به روز بهتر بشه. میدونم فاجعه‌ای که برای یه دختر جوان، یه پسر جوان اتفاق افتاده زخمی است که به این زودی‌ها التیام پیدا نمی‌کنه، ولی آرزو میکنم موفق بشی بر این زخمت التیام پیدا بکنه و بدونی شما شاهدانی هستید که سند این جنایت رو به گوش عالمیان رسوندید و شما هستید که صدها مورد تعرض قرار گرفته به شما نگاه میکنن. اونایی که از ترس خانواده نتونستن بگن، اونایی که الان پنهانن، اونایی که هنوز در زندانن. هرچی شما صداتون رساتر باشه در واقع به اونا یاری کردید دخترم، و امیدوارم که بینندگان ما که صدای شما رو شنیدن، شما و ابراهیم رو، همونطور که گفتم به یاری شما بیان، زنگ بزنین، تلفن این فرزندان عزیزمون رو، من شما رو با اینها در تماس میگذارم، کمکشون کنید هر چه زودتر اینا از ترکیه بیان بیرون، چون جای امن و مناسبی برای اینها نیست. واقعا اینجا جای امنی نیست، چون من بعد از مصاحبه تصویری خیلی از پناهنده های این شهر منو وقتی بیرون دیدن از من سوال کردن تو این آدم نیستی و من خواستم نه، چون واقعا ترکیه اصلا جای امنی نیست. بله درسته. به خدا میسپرمت و آرزو میکنم که هر چه زودتر روحیت رو کاملا قوی به دست بیاری. باید حالا شما بیاین در برابر ترایبیون های بزرگ جهان، در برابر دادگاه های بزرگ جهان علیه این جنایت که علیه بشریت هست بیاید گواهی بدید. به خدا میسپرم دخترم و آرزو میکنم هر روز استقامتت بیشتر بشه. ممنونم، خیلی لطف دارید. متشکرم عزیزم. متشکرم. خدا حافظ. اینم برنامه امروز. من چی بگم راجع به اینا، چی بگم؟